یه بار دیگه بنده موشکافم و شما و یه سلام جمع و جور خالصانه. دوستان هر سال این موقع نظام ولایت فقیه همچی ژله‌وار میره تو فاز ویبره، یعنی اون چنان قشقشی از 4 ستون جسم ناقص عظما بلند میشه که نگو و نپرس. حالا چرا؟ هیچی، بدبختا جشن سرنگونیشونو میگیرن. حرکت و تهاجم نیروهای دشمن در اواخر تیر ماه سال 67 با هدف براندازی نظام طراحی شده بود. دومین تفاوتی که این عملیات با عملیات‌های دیگر داشت این بود که اگر دشمن یعنی مجاهدین به کرمانشاه می‌رسیدند، به نوعی 3 استان ما را می‌توانستند به طور کامل به اشغال در بیاورند. تفاوت دیگر این عملیات این بود که دشمن توانسته بود 200 کیلومتر در خاک ایران نفوذ کند. ما در طول جنگ هیچ وقت در دروازه کرمانشاه نجنگیدیم. بابا این یارو قبض رو شد که راستی قضیه چیه که بعد از 26 سال هنوز که هنوزه آخونده و سگ سیله هاشون از یادآوری خاطره اون عملیات همینجوری به حول و بلا میفتن و به لیقون حادشون عد میکنه. نکنه خبراییه ها؟ میگویند تاریخ گاه تکرار میشود و شرایط نسبتاً مشابهی را در مقاطع مختلف میتوان مشاهده کرد. اکنون 26 سال از عملیات مرصاد میگذرد. کشورهای غربی با محوریت آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان بر این ادعایند که برای آشتی دادن ایران با جهان و حل مسئله هسته‌ای ایران طرح مذاکرات جهانی را برگزار می‌کنند. غرب در سال 1367 در حالی که از تلاش برای قطعنامه 598 و کمک به امنیت ایران سخن می‌گفت، همزمان از دشمنان قسم خورده ایران برای ضربه زدن به ایران حمایت کرده و عملیاتی غافلگیرانه را علیه ایران اجرا کرد. که اینطور پس ترس جونه برای عمامه‌دار از تکرار تاریخ و غافلگیری علی گدا، اونم بعد از زخوری‌های زنجیره‌ایه. پس بگو چرا شیخ بری پریشب دست به دامن فرهنگ دوستان نظام شده بود؟ شما فرهنگ دوستان با بهترین ادبیات، با زیباترین شعرها، با ساختن بهترین تئاترها، فیلمها، مجسمه‌ها، تابلوها به همه دنیا بگویید و برسانید این ملت صلح، دوستی و برادری است. دوستان گوشی موشکافی به دست مبارکتون اومد. حالا مثل بنده موشکاف شما هم متوجه شدید که چرا باند کوسه این روزها هی سیگنال صلح میده و از رفع خطر جنگ به یمن زهرخوران هسته‌ای دم میزنه. همینقدر که این دولت توانسته سایه جنگ را از سر منطقه و ایران کم کند و با درایت جریان رو به تخریب گذشته را متوقف و حتی معکوس کند، کار بزرگی صورت داده است. بله، هر کی جای علی گدا باشه به همین وضع میفته. از یه طرف زهر رو زده، از طرف دیگه بقیه زهرماریا هم تو راهه، از اون طرف لشکر بیکاران و گرسنگان هم گوش به زنگن. دشمنای نظام رو هم که دیگه نگو. ماشاءالله هزار ماشاءالله روزی نیست که دک و دنده ولایت و مورد عنایت قرار ندن. خب همین میشه دیگه. ولی اینا کمه علی گدا، اینا کمه شیخ فری. کم میترسید، کم جیغ و بیغ میکنی. اگه بدونی چی تو راهه جان موشگاف همگی با هم از تصورش پس میافتید.